آقا سلام به بچه های گل یوتیوب. آقا اومدیم ما آموزش بدم چجوری آیپد ویو کنیم بدون استفاده هیچ فایلی، یعنی هیچی. شما اول وارد تنظیماتتون میشین، بعد تو جستجو کردن ها می نویسین نوار، بعد میای نوار کناری رو میزنین. واسه شما دقیقا اینجوریه نمیشه همیشه نمایش داده شود، واسه شما دقیقا اینجوریه. بعد اینو میزنید روشن که شد، یه همچین چیزی براتون میاد کنار صفحه. بعد این نمایش انگام بازی کردن همه رو صفحه میذارید و کار نداریم. بعد در میین از اینجا، بعد یه بار میرین تو کد دی ان اس تون، بعد بک میزنید، بعد روشن میکنیم. بعد میاین اینو میزنین، این گزینه عکس چی میگن اینا پایین این قفله، اینو میزنین پایین قفله زدین، بعد اینو میزنین میین پابجی رو پیدا میکنین، وارد پابجی موبایل میشین، 3 ثانیه صبر میکنین تا این بیاره، بعد اینو میدین بالا. شاید من الان ضبط صفحه بگیرم باگ بخوره نشه، یکم صبر کنین. و بچه این برنامه یعنی بدون هیچ فایل، یعنی پشمای خودم ریخت. نه نشد، وایسین از اول بک میزنین، دوباره میزنین همینا رو، بعد دوباره 3 ثانیه صبر میکنین، بعد میدین رو بالا. بعد من شاید چون دارم ضبط صفحه میگیرم آیپد ویو فعال نشه. الان درست شد، یکم صبر کنید. فقط یه نکته هم هست تو ویدیو بهتون میگم، تنظیماتتون هم باید 0 تا 100 از اول بزنید. منظور ترکیبات انگشتی ها. الان بیایم به شما بگم. بعد صفحه حالا یکم اینجوری میشه، حالا کار نداریم عادت میکنیم بهش. بعد میایین تو این بخش تنظیمات و میبینین که آیپد ویو شده. چه اسکوپ باشه، چه اف پی پی باشه، چه هر چی باشه آیپد ویو فعال میشه براش. الان بریم یه تستش کنیم. بله میبینیم بدون هیچ فایلی آیپد ویو شده و لگد اسکوپ هم خیلی کم شده. بعد اینم بیام این تنظیمات رو از اول باید بچینیم. چرا میان اینجا فقط اینجوری قراقات اینجوری، مثلا اینو میبینی این هم تنظیمات، مثلا 2 انگشتی من که من میخواستم درستش کنم نشد، بعد شما رو باید از اول درستش میکنید. لگد اسکوپ ها کم شده، مثلا اینطور اسکوپش خیلی کمتر شده. و یه چند بگم، اگه مثلا صفحه گوشی برعکس بشه یا مثلا من بازی بک بزنید نمیدونم گوشی تو زن بخوره، نه آیپد ویو برای من صفحه رو برعکس میکنم. ببینین خودتون اینا میبینین آیپد ویو پرید و تنظیمات قصدیمون رو ببینید خراب شده. و آقا اینا کنین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت یادتون نره. عشق منی تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.